چون اینجا حیرون میشه چیکار کرده استیتی خنک مخریجه خنک ایجا سفید داره میگن ها خنک بچه پارک کردم ماشینم به خاطر ما محبت کرد بیا اصیفی از این فیلم نگه از اونم میگیره بیا خب نکی من ندیدستم بچه سخت گرم میشه سخت گرم بیا تو هم دراز بکش نه من خنک میخورم بیا سخت گوشی بگی گوشی نده این گوشی بگی داره فیلم میگیره بیا خنک های من خدای من خنک های من ای بچه حالی به لیباسو مونو بشه ای باور میکنیم ما تای کاستوم تای تنامده میریم موجود ولی با لیباسو مونو گرفتیم در ماشینمون درست است ما میریم میپوشیم خنک های من صبح لباس گرگ پوشیدم جمع گرفت منم باز گرگ برداشتم بهتره خب نزد اینجا مستقیم بریم درای سفید دره آمده انشالله که در درای سفید دره از ایاش هم نصیب های میکنیم ای لیجاش هم میکنیم از ایده میشنیم این طلب دارم میریم بالا که بریم در بالا هم هست میگم این خیلی در بالا هست رسیدیم سفید دره پیاده شده الان میخوایم تلکابین سوارشیم بریم ایده حرکت میکنیم بریم بالا ولی خیلی این یه موسون حرکت باورتون نمیشه همین حجی نقلتیم با کف در بالا برف بگذ یکی رفتیم بالا تیپامتون باشا ایده میشه میبریم طوری که بالا را حکیم ده بالا بریم اینجا ما بالا برک میگیم نمیدونم بالا برک نه چی بگیم یارم امیر چی بگیم این امیر بگیم بیش اولی بدرو اگه پیغون بده دیگه دوستم نداره وای دیگه ناله هاش برام اصلا نداره وای دل من شکسته طاقت نداره وای به باید یک چیز در بلو من میشه درست سفید دره اون جتسی رو برف من کنار میگیرم بعد سراب جان سه بچه اکرد گماد تو بگه بشی نه تو پیش ما باش نه خوش بیدیم شما آرام باشد ما به پیش شما او انا جایی نکویش ده آمدیم برف در حقیقت بلند ده حد بلند ده برف عشق اول نمیشه دقیقی برای اینجاست سفید دره دوستای عزیز در سفید دره سلام علیکم اینا بخورم تلفن یخ کرد بابا زنده باشم یه بار دیگه دوست عزیزم خوش آمدید سلامت باشی آقا یه چیز باحال بگم اینو منو تک منم بخوام بذار اینجا که اومدیم منطقه توریستیه مهمون‌های خارجی مختلفی از کشورهای مختلف هست اینو من تو رفتار مردم تاجیکستان دیدم از همشون مهمون خارجی داره از کنارشون رد میشه خب رنگ پوست تیپ چهره صحبت میکنن مشخصه انگلیسی وای سلام میکنن و هلو ویلکام تو تاجیکستان دونه دونه بهشون میگن خب این خیلی باحاله چه حس خوبی میده به اون توریست احساس غربت نمیکنه احساس امنیت میکنه احساس دوستی میکنه هر کی که از کنارش رد میشه یه سلام یه لبخند شما این کارو رایگان داری انجام میدی ولی با هیچ پولی نمیشه این کارو خرید دمتون گرم چیز خوبیه که من از شما یاد گرفتم البته منم
کسی رد میشه سلامش میکنم. زنده باش. ما هر جا خارجی میبینیم سلام میکنیم. کسی فوش نداد جویشو نزدی. یه کار قشنگ باید گفت. یه سخنی ای ولایت ختلان میکنم برادرم یه خیلی خوش آمدگی در یگام جانم خیلی خوش آمدگی نباشه. زنده باش. انم خیلی خوش آمدی. تمام رفقا سلام. خب تاجیکستان به پیش. با پیش اینجا جایی هست که ولی ما میدونیم با این بالونو هایکنک میکنیم رفتیم